خدا قسم، بر رب کعبه قسم، هیچ سپر بزرگتر در عالم از استغفرالله نیست. عزیز من، کسی که استغفرالله میگوید از عذاب خدا نجات پیدا میکنه. کسی که استغفرالله میگوید از گناهان نجات پیدا میکنه. رسول صلی الله علیه و سلم میفرماید هیچ بنده از بندگان خدا نیست، چه مرد است چه زن، که در هر روز 70 مرتبه استغفرالله میگه. الله رب العزت و الجلال اینمی بندی که امروز خیلی گناه زیاد کرده ولی 70 مرتبه اول روز استغفرالله گفته، همین روز پروردگار 700 گناهش معاف میکنه. مکان کار نداره، داخل مسجد و بیرون و بازار نداره. تقوا تنها داخل مسجد نیست، برو در بازار داخل دکانم استغفرالله، اونجا هم تقوا داشته باش. تقوا